نوبت میرسه به قسمت اخص شما دوستان عزیز پیک شادی. 120 ثانیه با ایمیل ها. قبل از هر چیز تشکر میکنم از دوست جدید پیک شادی با کارهای خوبی که برامون ارسال کرده، بلک سول یا سیاه از همین دور و برا. همینطور بایستی تشکر بکنم از شهاب و جواد جمشیدی و ناصر احمدی و حمزه آذرک به خاطر مطالب بسیار خوبی که برامون ارسال کردن. دوست گرامی فرشته خوشحال، کلیپ‌های ارسالیتون مثل هفته‌های قبل عالی بود، تشکر می‌کنیم از شما. قاسم عزیز طنزهات رسید، خیلی ممنون. قسمتی از یکیش رو من همینجا میخونم. قاسم نوشته که در خبرها آمده بود که در مجلس وحوش نماینده مجلس و نماینده دولت کتککاری کردند و نماینده دولت ضمن سیلی محکمی که بر گوش نماینده مجلس نواخته عربده کشیده که اینجا دارالحیوانات است، اینجا طویله است. با این کارش یک سنت رو شکست و بالاخره یکی تو این دجالخونه حرف راست زد. علیرضا افشارچی عزیز خیلی ممنونیم بابت کلیپ بسیار زیبایی که برامون ارسال کردی و همینطور بابت مطالب طنز بسیار خوبی که برای دکتر بزن بهادر فرستادی که خیلی هم کمکش کرد. ابوالفضل عزیز ممنون بابت کلیپ زیبایی که ارسال کردی. دوست گرامی پیک شادی مهراب ضمن اشاره به سریال‌های پرت و پلایی که تو تلویزیون خامنه‌ای پخش میشه ابراز همدردی کرده با طنزنویسان پیک شادی که نوشته کار سختی بر عهده دارند در تهیه برنامه‌هایی که خنده‌دارتر از سریال‌های مضحک تلویزیون خود رژیم باشه. دوستان گرامی پیک شادی مهتاب و بهروز از ارومیه عکسی رو فرستادن از ملا حسنی و گفتن که به دکور و پشت صحنه نماینده رو دست مونده ولی فقیه در ارومیه توجه کن. ضمناً این دوستان گرامی ما درخواست کردن که یک قطعه طنز ملا حسنی هم داشته باشیم. ما با توجه به اینکه از قبل هم یک بار همین قول رو تو همین برنامه داده بودیم گفتیم به روی چشم.